اگر دیدی که فرزند کسی گمراه شده است، خانواده اش را مسخره نکن. پدر و مادرش را متهم نکن که نتوانستند او را تربیت کنند. در این باره زود خلاصه نبرو، چون که هم فرزند و هم زن حضرت نوح علیه السلام گمراه شده بودند، در حالی که خود آن حضرت مشهور به صفی الله بود، یعنی انتخاب شده خدا. اگر کسی را از قوم و قبیله اش بیرون رانده باشند، مسخره نکن و نگو که بی قدر و بی ارزش است، چرا که حضرت ابراهیم را در وقتش رانده بودند، در حالی که مشهور به خلیل الله بود، یعنی دوست خدا. شخص زندانی شده و به زندان افتیده را مسخره مکن. مسخره کرده نگو که تیرمشک است، چرا که حضرت یوسف سالها عمرش را در زندان گذراند، در حالی که مشهور به صدیق الله بود، یعنی دوست خدا. کسی را که یک زمان ثروتمند بود و حالا باشد مفلس و بی‌پول شده است، مسخره نکن، چرا که حضرت ایوب علیه السلام نیز بای بود ولی به چیز و چاره گردید. کسی را که به کسلی‌های گوناگون گرفتار شده است، مسخره نکن، نگو که او را خدا زده است، زیرا که حضرت ایوب علیه السلام مدت‌ها از بیماری‌های گوناگون رنج کشید، در حالی که مشهور به نبی الله بود. کار و کسب و شغل دیگران را مسخره نکن، چرا که حضرت لقمان هم دوزندگی میکرد، هم نجاری میکرد و هم چوپانی، در حالی که او مشهور به حکیم است. بسیاری از پیغمبران شغلشان چوپانی بود. کسی را که مردم به او ناسزا میگویند و از او با بدی یاد میکنند، مسخره نکن و نگو که آدمی شبهناک است، زیرا که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جادوگر و دیوانه میگفتند، در حالی که او حبیب خدا بود. هیچگاه به یگان کس بی جهت و بی دلیل بدگمان نشویم. هیچگاه کسی را مسخره نکنیم. پیشداوری و قضاوت را کنار گذاریم. شاید ما اگر در شرایط آنها می بودیم، وضعیتمون مثل آنها و یا بدتر از آنها می گشت. دوست عزیز، اگر از تماشای این ویدیو به مقدار اندک هم بهره برده باشید، خواهشمان از شما این است که به کانال زیجی abonne شوید و زنگولچه را هم پخش کرده مانید تا اینکه خبری ویدیوهای نو به شما رسیده استد. هر کجا که هستید سعادتمند و موفق باشید.